درود هموطن، خوش اومدی به این ویدیو بلند. اینجا قراره بهتون بگم چجوری این چنین بک‌گراندی درست کنید. البته شاید الان بگید چرا من روی تخت که نیست، زیرش آجر است، فقط یه تشک رو آجرها گذاشتم که دردم نگیره، همین. و این تابلو بازنجا میبینی همین تو بنده دیمون اسماعیل هستم، یا همون خنده شیطان. خنده‌ای بر لب ندارم به جز ماسک. شاعر نیستم ولی کس شعر زیاد میگم. آقایون درودی فراوان. من چرا اینجوری پریدم نمیدونم. یه ریسه RGB گرفتیم اینجا 170 تومن. خب بگذاریم قیمتش چند شده، اینو وصل کنیم اینجا اوکی کار میکنه. و اینو من میخوام بذارم سکنج اینجا، و اینکه قرار اینجا بشه بک‌گراندم. میدونم خیلی مزخرفه بالای تخت بک‌گراند باشه، ولی خب من جای دیگه ای ندارم. برای بچ اینا همشون پولای ایدی من، البته تو یه سال جمع نشده، اینا برای 3 سال من جمع کردم که یه کاری کنم. کل من این 350 ولی بیشتر بود. 170 تومانشو دادیم برای ریسه RGB. اینم الان میریم یه دونه ریم لایت میخریم که نور داشته باشیم. امیدوارم کفاف بده دیگه. بریم. 6.5 hours later. دوستان عزیز، بالاخره رینگ لایت رو رفتیم خریدیم. خیلی گشتم تا گیرم بیاد. مدلش اگه اشتباه نکنم 26 فلان باشه. زیاد اطلاع ندارم. بریم برای آنباکسش. و اینکه خب کلم 4 تا رنگ بیشتر نداره، 3 تا یا 4 تا دقیق نمیدونم. 2 تا زرد، 2 تا هم سفید دیگه اگه اشتباه نکنم. و این یه بدونه پایه چی هم داشت. در کل 350 تومنم رفت واسه همین. و بله اینم از این بیلبیلک اشاره. اینم از یه دونه پایه دوربین سلفی بوده که دوستان حقیقتا فکر کنم برای خیلی وقت پیشه، در 15 سال پیش، ولی خود شکسته تو انباری پیداش کردم. دوستان عزیزم الان من میخو چکش آوردم که این ریسه رو وصل کنم. حقیقتا تو اینجاشو با چسب وصل کردیم، ولی انگار این قسمتشو نمیشه با چسب 1 2 3 چسب بود. بچ این ریم لایت ما هست، ما دوربین رو میذاریم اونجا. همونجوری که میبینین رو تختم گذاشتمش. اینم شکسته ولی خب به توف وصله. آره. و اینکه الان فکر کنم خوب باشه دیگه، بک‌گراندمون خوبه دیگه. آره خیلی خوب دوستان عزیزم، خب رسیدیم به آخر ویدیو. دوستان حتما سابسکرایب کنید، مگر نکنید من میدونم مادر یعنی پدرتون، آره من و پدرتون میدونیم که تو کی هستی، پس بدون کی هستی. و اینکه هزینه زیاد برداشت دیگه. سابسکرایب کنید انگیزه پیدا کنم. موامو زدم، گدل شدم.